تناز متولد چندی؟ 81. اوه تو متولد چندی؟ تو باید من بابایی صدا کنی. من 74م. اوه الان که 64. خیلیه. من اکسم 64 بود. او اکس هم داشتی پس؟ نه تو خونه بودم در روم بسته بودم. اکس و اینا نشدم. یعنی هر دختری که برای خودش یه سری چارچوب داره و با پسری وارد رابطه نمیشه در رو روش بستن و تو خونه نگهش داشتن؟ نه عزیزم، باور کن یه سری دخترها هستن که نه توی خونه نگهشون داشتن نه در رو روشون بستن. فقط اون دخترها جنبه اون در بازو دارن. با حجاب و بی حجابم نداره. من صمیمیترین دوستم بی حجابه. وقتی با هم میرفتیم دانشگاه هر پسری بهش پیشنهاد دوستی میداد میگفت نه، من پدرم داره پول در میاره، داره عرق میریزه به خاطر اینکه من راحت درس بخونم، اون وقت برم با این پسر و اون پسر دوست بشم که کیو گول بزنم. ببین حرف آخرم اینه، اگه در و رود نبستن و هیچ کاری نکردی افتخار داره. اگه بهت آزادی کامل دادن و سوء استفاده نکردی به خودت افتخار کن. اگرم حرفام دلتو لرزوند یه سر به پیجم بزن.